اگر فقط 60 ثانیه وقت داشته باشی تا زندگیت را بهتر کنی چی کار میکنی؟ گوش کن، این یک نکته ساده است اما قدرتمند. همین حالا فقط برای 60 ثانیه همه چیز را خاموش کن. نه موبایل، نه پیام، نه حواس پرتی. یک قلم بگیر و فقط یک هدف مهم زندگیت را بنویس و نوشته بکن روی یک کاغذ. فقط یک هدف. بعد از خودت بپرس امروز کوچکترین قدمی که میتوانم برای این هدفم بردارم چی میباشد و چی است. بیشتر مردم شکست نمیخورند چون ضعیفند، شکست میخورند چون شروع نمیکنند. راز موفقیت در کارهای بزرگ نیست بلکه در شروعهای کوچک است. اگر هر روز فقط یک قدم کوچک برداری، بعد از یک سال جلوتر از 95% مردم خواهی بود. کی؟ تو. چون شروع کرده ای. امروز تصمیم بگیر جزء تماشاگران نباشی. تصمیم بگیر شروع کنی همین حالا. اگر این ویدیو برایت مفید بود لایک کن تا افراد بیشتری ببینند. کامنت بگذار، بنویس شروع کردم تا متعهد شوی. کانال را سابسکرایب کن و زنگوله را فعال کن چون هر روز نکته‌هایی میگیری که ذهن و درآمدت را رشد میدهد. در یوتیوب، در فیسبوک و همچنان در چینل واتساپ ما را دنبال کنید تا با هم قوی‌تر شویم و بیشتر رشد کنیم. یادت باشد 60 ثانیه میتواند مسیر یک عمر را تغییر بدهد. این را هرگز فراموش نکن.